میگذارم ولولا. آخ مستم و شنگولم. شلیدیم بچه شلیدیم. یه گرما به بار بوریم. ماشالله تیوه. بله جیان ماشین خوشگل. سلام. سلام خوشگله جیان. کاری داری؟ ببخشید شما احیانا شاگرد نمیخوام؟ اوف من خوراک نمیدیم شاگرد جو چیکار اولی بکنی؟ میتونم جوری ماشینتون رو براتون برق بندازم که شما کیف. عاشق اون برق زده ندن آقا سالار. دارم اینا یه دوش بگیرم. این ماشین عین خودت میتونی عروسک کنی؟ جوری برقش بندازم که کیف کنی. میرم عروسک. اوکی بودی؟ تو جاده ترمز پارکینگ. اله برو خیالت راحت باشه. اله چشاته من رفتم رخصت. بله رو تو جاده چی شاگردی داشته که نفت میزنم تو ادمان پارکینگ میادر هانوگو. خیلی بیشوری استاد. تمام میکاپ هم به هم ریخت. میگم من به تو نگفتم ماشین بشه لواج دارم پاس سورتیه بیادب اصلا نخواستم. برو گازنبر بردار بیار. چیز خاره بگو گازنبر رو بیا مگه نوبرش آوردی. حالا یادت میدم باز تو جاده بریم پارکینگ. گازنبر منه بفهمیم. ای کجاش گازنبره؟ ببین عزیزم میتونی مثل گاز بگیری میتونی سبیلای اضافه کنم بکنم ببین اصلا خاره نمیخوام دیگه. برو گیری قطیر بیار. کدوم قطی؟ هم قطی سفیکوری قطی سفیدو چی هست؟ گریس نسوز. گریس نسوزه؟ نسوز. میخوای چیکار کنی استاد؟ ایجو برو بالا الان بهت میگم. برو بالا؟ آره برو بالا الان یه میگم پارک. ای چیز خاری برو بالا. نمیتونم. اوستا مرد. اوستا مگه نگفتی این گریس نسوزه؟ آره نسوزه تحمل کن. این که داره میسوزه. میلشه بهت میگن لواش دارن پلان صورتی. بهت گفتم برو گازنبر مقاشو میاری. اوستا غلط کرده. فایده نداره. ای خدا زیرا خود چیکار کنم. چرا اینجوری شد؟